سلام، به قسمت چهارم خوش اومدید. من امیر غضنفری هستم. امروز میریم که یه دونه کد اولیه، یه ماژول اولیه بنویسیم، یه چیز شبیه هلو ورلد توی ماژول نویسیم و بریم سراغ کار و داکیومنت درایور. اول با یه فایل سی شروع میکنیم و خب مثل بقیه کدایی که می نویسیم نیاز به یه سری کتابخونه داریم برای اینکه کدامون رو ران کنه. ولی اگر کد سی زده باشید میدونید کتابخونه استاندارد است و اینا، از اونها استفاده نمیکنیم. یه سری کتابخونه لینوکسی هست، از اونها استفاده میکنیم. لینوکس ماژول .h و فکر کنم init.h اگر اشتباه نکنم. .h بعد یه تابه می نویسیم. این تابه‌ای که می نویسیم چیکار میکنه؟ وقتی که میخوایم ماژول رو وصل کنیم به کرنل، این تابه ران میشه. اگر که نمیفهمید چیزایی که دارم میگم چیه، باید ویدیوهای قبلی رو نگاه کنید. دو سه تا ویدیو اول رو نگاه کنید، به خصوص فکر کنم ویدیو دوم، اون بیشتر بهتون توضیح میده، بیشتر میفهمید که قضیه چی. و به اینت نیت اسمش مثلا بذاریم هلو کرنل. هلو کرنل اینیتش که بویده و اول یه پیام می نویسیم info hello kernel. حالا میریم جلوتر میبینید که اینو چند جا دیدیم تو تیم مسیج رو میبینیم، به خاطر اینه که من از قبل خواستم یه خورده تست کنم و اینها چند بار اینو نوشتم پاک کرد. این تابع اینیت ماست، یعنی اینکه وقتی من ماژول رو وصل میکنم به کرنل چیکار میکنه؟ میاد اول یه پیام اینفو مینویسه هلو کرنل، بعد خارج میشه. و اینیت دقیقا همینه. اینیت هم اول که نصب میشه ماژول ما استفاده میشه و دیگه استفاده نمیشه. به خاطر همین لینوکس برای اینکه مصرف مموریش کمتر بشه، تابع اینیت که فراخونده میشه، کالکه میشه، دیگه حذفش میکنه، دیگه کاری به کارش نداره، چون که فقط یه بار استفاده میشه این تابع. بعد یه تابع دیگه هم نیاز داریم برای وقتی که میخوایم این ماژول رو از لینوکس پاکش کنیم، از کرنلمون حذفش کنیم، که این تابع دیگه خروجی نداره و تابع اکسیت ما هستش. من اکسیت، این هم اویده، چیزی نمیگیره. بیار اینفو آی کرنل همین، لازم نیست چیزی برگردیم چون چیزی نمیخواد که برگرد. بعد من میام اینا رو تعریف میکنم، میگم که تابع اینیت من این تابع هستش و تابع اگزیت من هم این تابع هستش. فکر میکنم، مطمئن نیستم، فکر میکنم اگر کد رو تا اینجا ران کنید قابل اجرا باشه. لازم نیست که بقیه چیزایی که من میگم رو اجرا کنید، ولی حالا نمیدونم، برید خودتون تست کنید، من چیزی نمیگم. ماژول یه سری دیسکریپشن و یه سری اطلاعات هم معمولا درباره توی ماژولایی که می‌نویسم میذارم. مثلا یکیش لایسنسش، من میذارم GPL باشه لایسنسش، و یکی دیگه آتورش هست، کی نوشته این رو؟ من نوشتم. آتور یک مثلا بری ایمیلم هم میذارم. درست نوشتم؟ آره. بعد یه دیسکریپشن هم براش میذارم.
description first linux این هست. این کدیه که نوشتیم. خب این که کتابخونه ها هستش، تابع اینیتمونه، گفتم تابع اکسیتمونه. اینجا معرفی میکنیم تابع اینیت و اکزیتو و این تیکه هم میایم یه سری مشخصات رو مینویسیم و میایم که رانش کنیم. هلو مثلا میگه من اینیت رو نمیشناسم. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اصلا ما اینا نداریم. اصلا ما این کتابخونه ها رو به حالت عادی تو جی سی سی و اینا نداریم. ما اینا رو توی لینوکس داریم. این کتابخونه ها رو، این کتابخونه های لینوکسی هستن و کجا قرار میگیرن این کتابخونه های لینوکسی؟ توی لیب ماژولز جلو ورژن های مختلفی کرنل. مثلا ورژن کرنل من اینه، این و بیلد اینجا قرار میگیرن و اینجا ما یه میک فایل داریم. ما باید از این میک فایل استفاده کنیم برای اینکه کدمون رو ران کنیم. و چیکار میکنم؟ یه دونه میک فایل باید درست کنم، اینجا معرفیش کنم. اسم فایل رو مثلا hello.c میذاریم hello. هر اسمی که باشه به جای .c میذاریم .o و میایم اینجا از این میک فایلی که معرفی کردم استفاده میکنم. .c lib modules build کنن دایرکتوریمون رو معرفی میکنیم. جایی که ماژول هست رو معرفی میکنیم که الان کنن دایرکتوری هست و ماژول هست. اشتباه شد فکر میکنم. لحظه شفتش میتونیم دایرکتور کنم. اوکی فکر کنم که اینه، چون یه نگاهی کردم درست. خب الان برای ما یه دونه ماژول درست کرد. ماژولمون اینه hello.ko که این کنل آبجکت ماست. برای اینکه این ماژول رو نصب کنیم باید که بس کنیم. یه دستوری داره اسم insmod که من آدرس رو بهش میدم، این نصب شد. فقط برای اینکه نگاه هم بکنید این آخرین پیامیه که ما گرفتیم و یه دستگاهی من میکروفونم وصل کردم بهش و این شروع کرد کار کردم. من الان این رو نصب میکنم، این کرنلی که ساختیم رو نصب میکنم. دوباره نگاه میکنیم. خب الان یه هلو کرنل گذاشت. این هلو کرنل چیه؟ این هلو کرنل همین هلو کرنلیه که ما اینجا گذاشتیم. و از طرف دیگه اینجا توضیح بدم که فونتش بزرگتر، فونتش اگه بزرگتر اونم بهتره. دارم که بهتر ببینید. سودو LSMod لیست ماژولای ماست. یه دو میذارم که فقط اولشون نشون که شما میبینید اینجا یه دونه ماژول هلو ما داریم الان، همون ماژولیه که اومدیم اینجا درست کردیم. حالا برای اینکه بخوایم اینو پاکش کنیم میتونیم بکنم rm mode اسم ماژول، اینو که بزنیم پاک میکنم. و اگه من الان دیم استیج رو بیارم انتظار دارم که این بای کرنل رو نوشته باشه، چون که این تابع فرق نمیشه موقع دیلیت شدنش که بله.
با کرنل نوشته شد. حالا یه چیزی، من الان فرض کنید که میخوام این کد رو توی گیت اینا پوش کنم. این فایل اضافیه، مثلا ممکنه بگید گیت ایگنور استفاده کن و اینا، ولی در کل خیلی شلوغ کرده، یعنی محیط من رو خیلی شلوغ کرده و من نمیخوام که اینا باشه. چیکار میکنم من میام بذار اینا هم اینجا ران کنم. اینجا ران کنم میکی به جای ماژورز تصویر کلین رو میزنم و میبینید که اینا رو پاک میکنه. هر وقت که بخوام ماژورز رو میزنم، ماژورم ساخته بشه، هر وقت هم که بخوام کلینش میکنم. برای اینم که راحت تر باشه، حتی یه موضوع هم قبلش بگم، اینکه این ممکنه عوض بشه چون که کرنل شماست، ممکنه که کرنل شما عوض بشه. برای اینکه همیشه کرنلتون رو داشته باشید، به جاش از این دستور اگر استفاده کنید بهتره. uname-r uname-r میره ورژن کرنلتون رو به شما میگه. برای اینکه یه لول دیگه هم راحت تر باشیم، چیکار میکنم من؟ اینو میذارم اینجا. جونز make و clean من همه اگر بزنم make modules میسازه و بزنم کلین پاک میکنه. و چون اینجا گذاشتم uname-r، هر دفعه هم که کرنلم آپدیت بشه مهم نیستش، بر اساس کتابخونه‌های کرنل که اون زمان داره ران میشه کارو برای من انجام میده. من این کدا رو میذارم توی گیت و توی جلسات بعدی هم سعی میکنم بیشتر توضیح بدم درباره ماژول تا کم کم بریم حالا ماژولای بهتر و دیوایس درایورهای درست حسابی تر رو بنویسیم، این که صرفا یه هلو. امیدوارم روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.